با پیروی نمودن با اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری و درک بلند مسئولیت شهروندی، امروزها صاحبکاران و ساکنان جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی برای آبادانی محل زیست خود سهمگذاری می‌نمایند. حالا در حدود جماعت دهات بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد یک مؤسسه تعلیمی نو برای 960 خواننده در دو بست جریان دارد. اینچنین در نزد 4 مؤسسه تعلیمی ساختمان صنفخانه‌های علاوگی با فراهم آوردن شرایط زمانوی دانش‌اندازی برای خوانندگان ادامه دارد. در 3 موضع ساختمان بنگاه طبی، مرکز سلامتی و انشاءات معیشی و خدمت‌رسانی ساخته می‌شود که در نتیجه کارهای فهماندهی صرف کردن مبلغ معرکه‌های پردبدبه برای آبادانی‌ها خرج نمودن مبلغ سفر حج و جلب سهم هموطنان برون مرزی چنین کارهای سازندگی در محل روی کار گرفته شده است. در حدود جماعت دهات بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 5 مؤسسه تعلیمی که زیاده از 88 صنفخانه و که برای فراگیری 4,500 خواننده به نقشه گرفته شده است در سال 2025 در ادعای جشنی ساخته به استفاده دهیم. در 2 نقطه دیگر ساختمان مؤسسه تا مکتبی که برای فرا گرفتن 400 نفر کودکان را در بر میگیرد ساختمانش ادامه داشته. در آینده ما تصمیم گرفته ایستادیم که با دستگیری منم صاحبکاران و این چیز شخصان سخاوت پیشه مردم دهه این اقدام رو باز هم ادامه داده در هر یک دهه حدود جماعت دهات منم خیلی ساختمان کودکستان ها رو زیاد نماییم. طبق نقشه چاره‌بینی‌ها جهت سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در حدود جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده بنیاد و از نوسازی 48 انشاءات را به نقشه گرفته تا امروز 42 انشاءات را مورد بهره برداری قرار دادند. بر ضمن این 13 انشاءات دیگر غیر نقشوی بنیاد و از نوسازی گردیده حالا ساکنان از آنها استفاده برده ایستادند. از انشاءات‌های به نقشه گرفته شده 38 کیلومتر راه‌های محلی اسفالت پوش گردیده 2 مؤسسه تعلیمی و 1 بنگاه طبی نیز با شرایط زمان معاصر و جوابگو به طلبات امروزه سازندگی بنیاد گردیده مورد استفاده عموم قرار دارد. در قسمی از محله ها در برابر از نوسازی راه ها پایه های چوبین خط انتقال نیروی برق را با پایه های آهن و بتونی عوض نموده همزمان ترانسفورماتورهای نو را با اقتدار ضروری نصب کردند. با چنین عزم و اراده وطن دوستی و خویشتن شناسی ساکنان و صاحبکاران جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده کارهای سازندگی و آبادانی را جهت بهتر نمودن شرایط زیست خود در آینده نیز تطبیق نموده بهر سبز و خرمگردانی یک گوشه دیار سهم ارزنده شان را می‌گذارند.